اگر خبرگان بتوانند دوباره جابجایی صورت بدند، مشنگ ولایی که بر اساس افتضاح آمده جاش رو به سردسته خران بدهد، تردید نکنید که انقلاب آسیب دیده. رخنه بسیار خطرناکی است. چرا مقام مزخرف رهبری از آغاز رهبریشون روی رخنه حساس بودند؟ این چه ربطی به درز عباشون داره؟ منطقش رو من هم نمیدونم. در دنیایی که عظما حکومت میکند، منطق در کار عظما نیست. در دنیای این چنین نمیشه مزخرف نبود. در دنیای این چنین نمیشود مستبد نبود. باید مستبد بود، لکن یک فرق بین اقتدار ما و اقتدار دیگران هست. اقتدار ما دوغکی است، اقتدار ما بند تنبانی است. قدقد اضافی ما برای ماستمالندگی است، برای اینکه عظمای مستهلک خیار این قدری را هم به محسنشون ندن. ما پوشک داریم، پوشک هم میسازیم و هر چقدر هم که بتوانیم بر ضخامت و قطر پوشکمان افزایش میدهیم، چون شرایط حساسه، اوضاع خطیره، تا مقام عظمای ولایت بتونه با این پوشک ها راحت بخوابه.